داخل شدن جنتتان فقط و فقط بر رضای شوهرهاتونه. اگرچه خواهری عزیز، اگرچه نماز تهجد داری، اگرچه خواهری عزیز حج ممکن 10 بار حج کرده باشی، شاید خواهری عزیز شب و روز قرآن بخوانی، شاید دائم در دست تسبیح باشد، شاید هیچ یگان مرد بیگانه را حتی نظر نانداختگی باشی، ولی وقتی که شوهر اگر از تو ناراحت باشد، ناراضی باشد، یا مورد به احترامی قرار بگیرد، یا دهن او جای حقارت تو باشد، این عبادت های تو هیچ کدامش برای تو نفع نمیبخشد، فایده نمیبخشد. این سخن حاجی میرزا نیست خواهر عزیز. من در هر یک حرفم برای تو اینه، کتاب هایی که در پیش دارم همه حدیث و همه تفسیر قرآن.